چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. اسم من کیارشه و امروز قراره که با هم دیگه راجع به یکی از خوشمزه ترین غذای ایرانی حرف بزنیم. تا حالا به این فکر کردی که کباب کوبیده که یکی از خوشمزه ترین و معروف ترین غذای ایران از کجا اومده؟ یا اصلا بهتره بگیم برای اولین بار توی ایران کی اونو درست کرده؟ یا اصلا به دستور چه کسی بوده؟ به نظرم خیلی خفن و باحاله که آدم راجع به غذاهای مهم کشورش که خیلی هم طرفدار داره اطلاعات داشته باشه. برای همین من کل اینترنت رو زیر و رو کردم و کلی راجع به تاریخچه کباب کوبیده خوندم تا امروز با هم دیگه راجبش یاد بگیریم. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو رو همین الان لایک کن. لایک کردن شما یه حمایت خیلی بزرگیه که من انرژی بگیرم راجع به غذای دیگه هم برای شما بذارم. وقتی شما این ویدیو رو لایک میکنید خب طبیعتا من انرژی بیشتری میگیرم و بیشتر میرم میگردم که ویدیوهای خفن‌تری هر روز براتون درست کنم. حالا که این ویدیو رو لایک کردی دیگه هیچ چیزی نمیمونه جز اینی که بریم سراغ این ویدیو. شروع میکنیم با اسم کباب. به نظرتون اسم اصلی کباب همیشه کباب بوده؟ یعنی بهش میگفتن آقا من کباب میخوام؟ نه خیر، اینجاست که جالب میشه. اسم اول کباب بهش میگفتن خواستگاه. حالا خواستگاه یعنی چی؟ به معنای گوشت کباب شده است. یعنی گوشتایی که کباب میکردن بهش میگفتن خواستگاه. خیلی خوشحالم که اسمشو تغییر دادم به کباب، چون واقعا فکر کن بخوای بری دم یه غذا فروشی بگی سلام من یه خواستگاه میخوام، واقعا اسم عجیبیه. ولی خب حالا این خواستگاه کباب یا کباب کوبیده امروزی از کجا اومده؟ از کدوم کشور اومده؟ خواستگاه کباب یا همون کباب ریشه داره تو 3 تا کشور. کشور اول همین ایران خودمونه، کشور دوم کشور عراقه و کشور سوم کشور ترکیه است. اما هر کدوم از این کشورها کباب مخصوص خودشونو دارن و اسمای خودش هم داره که اگه بخوام براتون مثال بزنم، کباب کوبیده خودمون، کباب چنجه خودمون، یا ترکیه آدانا کبابشون، کباب ترکیشون. حالا میریم سراغ قسمت مهم ماجرا که اصلا کباب چجوری وارد ایران شده. کباب ایرانی یعنی 2 قرن پیش توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شده. حالا ریشه این قضیه برمیگرده به اصلیت ناصرالدین شاه قاجار. ناصرالدین شاه قاجار اصلیت قفقازی داشته. به گفته دوست علی خان ممالک که یکی از تاریخ نویسان ناصرالدین شاه بوده، میگه ناصرالدین شاه توی سفری به قفقاز با این غذا آشنا میشه و وقتی برمیگرده ایران و میره تبریز دستور میده که آشپزاش یه همچین غذایی رو درست کنن. آشپزای ناصرالدین شاه انقدر با گوشت کبابای مختلف درست میکنن تا میرسن به کباب کوبیده امروزی و زمانی که ناصرالدین شاه این غذا رو میخوره یک دل نه 100 دل عاشقش میشه و اصلا میشه یه اثر ملی. از اینجا داستان خیلی جالب میشه و مطمئنم دهن همتون باز میمونه. نمیدونم میدونید یا نه، ناصرالدین شاه به صورت رسمی 84 تا زن داشته و میگن نوه و نتیجاش به 1200 نفر میرسیدن. البته یه دستنوشته پیدا شده از یکی از تاریخ نویسای زمان قاجار که میگه تعداد زنای ناصرالدین شاه نزدیک به 300 تا بوده. ناصرالدین شاه خدا بیامرزتت، ولی برادر من از این 300 تا زن چی کار میکنی با خودت؟ حالا اصلا اون 300 تا زن به کنار، تعداد بچه‌هاش و نوه‌هاش و زناش روی هم تخمین زده شده 1200 نفر. تا اینجاش هم میگیم به ما ربطی نداره، آقا زندگی خودش دلش میخواسته اینقدر زن بگیره. نکته اصلی میرسه به زمانی که کباب میخواسته بخوره. ناصرالدین شاه هر جمعه دستور میداده برای 1200 نفر خانواده‌اش کباب درست کنن. یعنی فقط برای یه روز غذا خوردن ناصرالدین شاه یهو 100 نفر 200 نفر 300 نفر باید غذا درست میکردن. برای اینه که بهتر متوجه بشید این تعداد از آشپزاییه که برای ناصرالدین شاه غذا میپختن. میشه گفت اینه که از اولین عکسایی که از آشپزای ناصرالدین شاه گرفتن برای زمانی که داشتن برای خودش و خانواده‌اش کباب میپختن. به گفته تاریخ نویسا توی اون زمان کباب به سرعت توی ایران مخصوصا توی تبریز فراگیر میشه. این عکسی که دارید میبینید مال تقریبا سال 1270 تا 1300 که مردم انقدر عاشق کباب شده بودن که بیرونم کباب میفروختن. یعنی یه جورایی حکم رستوران‌های بیرونبر الان رو داشته که مردم میرفتن سفارش میدادن و غذا رو میگرفتن و میخوردن. این عکسی که دارید میبینید مال یه رستورانیه یا یه فردیه که وضع مالی بهتری داشته که یه رستورانی میزنه که مردم میشستن و غذا میخوردن. ولی خب جاهایی که بضاعت مالی زیادی نداشتن روی زمین و با یه منقل کوچیک مثل عکس قبلی غذا رو میپختن. این عکسی که دارید میبینید یه عکس دسته جمعی خانوادگیه که برای ظهر جمعهشون ظاهرا داشتن کباب درست میکردن و هر کسی هم داره یه کاری میکنه. میشه گفت مادرها و مادر بزرگا داشتن سبزی غذاشونو که همراه کباب میخوردن پاک میکردن و خب اون طبیعتا اون مردم داره گوشتشو برای کباب آماده میکنه. رفته رفته میرسیم به دهه 300، یعنی تقریبا 100 سال پیش که دیگه توی تهران هم این غذا اومده بوده. توی تحقیقاتی که داشتم میکردم این تنها عکسیه که تونستم پیدا کنم که ظاهرا مال سال 1330 و اولین کبابی تهران. شاید براتون جالب باشه بدونید الان که میخوایم غذا بخوریم گوشیو برمی‌داریم اسنپ سفارش میدیم برامون میاره در
در خونه، ولی اون زمان اینجوری غذا رو میبردن. یعنی یه جورایی میشه گفت پیک اون موقع یه دوچرخه بوده که اصلا باکس هم نداشته، طرف روی سرش میذاشته و میرفته. به نظرم خیلی چیز خفنیه، ولی این آقا چقدر باید قوی باشه که این همه غذا رو روی سرش روی دوچرخه با این تعادل ببره. و حالا به نظر من میرسیم به جذابترین و خفنترین قسمت این ویدیو. بعد از کلی گشتن تونستم یکی از قدیمی ترین منوهای کباب ایران رو پیدا کنم. همونجوری که میبینید زیر این منو نوشته 1270، یعنی 134 سال پیش. واقعا خیلی سال گذشته. 134 سال پیش مشهدی میر آقا قرآنی، قیمت چلو و پلو 134 سال پیش 6 عباسی بوده. اینا رو نمیدونم به پول الان چقدر میشه، ولی خب طبیعتا گرونه. قیمت کباب اضافهش رو نگاه کنید: 6 شاهی، کباب سلطانی 1 قران، دوغ 1 عباسی، دوغ بزرگ 2 عباسی، شربت 3 عباسی، تخم مرغ 3 شاهی. یعنی تخم مرغ هم میده. یعنی ببین چلو کباب چقدر معمولی بوده اون زمان که کنار تخم مرغشون میدادن. لیمونات 3 عباسی، نان 1 عباسی، چای 2 شاهی و چای شیرین 4 شاهی. یه نبات مینداخته رو چه. آقا این گرون فروش بوده. مشهدی میر آقا قرآنی، چرا چای و چای شیرین برای شیرین کردنش 2 شاهی گرونتر میگرفتی؟ ولی هرچی که هست این منو خیلی جالبیه، خیلی جذاب بود و وقتی که پیداش کردم گفتم امکان نداره اینو تو ویدیو نذارم و دلم میخواد بدونید که از چه پولی شروع کردیم رسیدیم به تومن و ریال الانه. بالاخره رسیدیم به بخش خوشمزه و شکمویی ماجرا. قراره به طور خلاصه ببینیم که کباب کوبیده ایرانی چطوری درست میشه. وقتی قیافه کباب کوبیده رو میبینم اصلا به روح و جونم آخ ببین ایرانی نیستی تو تمام غذاات زعفرون نکنی. یعنی تو همه چیمون ما زعفرون میریزیم و این خیلی خفنه به نظرم. برای کباب کوبیده یه نکته مهم و خفنی که هست اینه که تفاله پیاز میزنن. یعنی پیازو که رنده میکنن آبشو میریزن میذارن کنار، تفالهشو میکنن برای که از سیخ نریزه و تنها ادویه‌ای هم که میزنن نمک و فلفله. اینی که میرین تو رستورانا میگن 1000 نوع ادویه زدیم، اون اصلا مزه گوشت از بین میره. حالا میخواد بپزدشون به سیخ زد. آخ ببین زغال نداره، نصف ماجرا از بین رفت. اون دودی زغال باید باشه، هرچند میگن زغالم خوب نیست ولی خب با زغال یه چیزه. آخ ببین گوجه پیا، وای کرم آورد بریز روش. ببین این غذا بهشته، بده من بخورم. من کباب میخوام الان، من کباب میخوام. امکان نداره ایرانی باشی و عاشق کباب کوبیده نباشی. واقعا کباب کوبیده یکی از خوشمزه ترین غذاهای ماست و واقعا باعث افتخاره که داریمش. هرچند الان انقدر گرون شده که واقعا زود به زود نمیشه این غذا رو خورد، ولی خب بالاخره تاریخچه‌ش رو دوست داشتم بذارم. از اونجایی که چنل من غذاییه و همش راجع به غذا حرف میزنم چیز خوبی بود. حالا تو بهم بگو از این ویدیو چقدر یاد گرفتی؟ اصلا این ویدیو رو دوست داشتی؟ اصلا چیزی از تاریخچه کباب کوبیده میدونستی تا الان؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس. اگر این ویدیو رو دوست داشتی و بازم ویدیوهای مثل این میخوای، همین الان این ویدیو رو برای حمایت از من لایک کن تا انرژی بگیرم و بازم ویدیوهای بیشتری بسازم. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، این ویدیو رو همین الان لایک کن و کانال منو هم سابسکرایب کن. راستی زنگوله نوتیفیکیشن هم بزن تا هر موقع ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر خبردار شی و اگه دوست داشتی بیا ببینیش. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو رو دیدید. تا ویدیوهای بعدی پیس.